عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه بچهای پرشین امروز. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. بچه‌هایی که ایردراپ دوست دارن شکارچی ایردراپ بشن، ایردراپ هانتر باشن، شکارچی باشن، یه سایت خیلی بمب میخوام امروز بهتون معرفی کنم که از طریق این سایت برید کل ایردراپ ها رو خودتون راحت چک کنید و دیگه منت هیچ شخصی رو نداشته باشید که بخواد بهتون ایردراپ معرفی. دیگه از این به بعد با داشتن این سایت حتی خودتون میتونید برید دیگران ایردراپ معرفی کنید. دیگه چی میخوای از این بهتر؟ وقتی وارد سایت airtree.me میشید کافیه روی access now کلیک کنید و با یکی از جیمیل هاتون اینجا یه دونه اکانت برای خودتون بسازید. من قبلا این کار رو انجام دادم، لاگین میشم و بریم که ادامه کار رو بهتون نشون بدم. دوستان عزیز، این کار رو بابی عزیز سایت رو پیدا کرد و به بچهای پرشین امروز معرفیش کرد که بخوایم این رو کلیپ کنیم. من کد رفرال بابی رو هم اینجا پایین ویدیو براتون میذارم، چه از یوتیوب چه از تلگرام دارید میبینید. جهت حمایت از بابی حتما از کد رفرالش استفاده کنید که بچه ها حمایت بشن و کارهای زیباتری رو توی کریپتوکارنسی به شما معرفی کنن. دوستان ببینید این صفحه یه که برای شما میاره. خب بعد از ساختن اکانتتون این قسمت هوم اینجا گفته 224 تا ایردراپ ما داریم که شما میتونید برید شرایطشون رو ببینید و هر کدوم که فکر میکنید میتونید اون کارها رو انجام بدید و شرایطش رو دارید، اون ایردراپ رو شما شرکت میکنید. آل ایردراپس رو بزنید و ایردراپ هایی که داخل سایت هستش رو اینجا به شما همه معرفی میکنه. 13 تا صفحه داره. من روی یکیش کلیک میکنم. شرایط ایردراپ پروژه رو گفته که آقا این پروژه چی کار انجام میده، سرمایه گذارش رو گفته، نحوه پرداختش رو به شما میگه و کارهایی رو که شما قرار انجام بدید. اگر هم انگلیسیتون خوب نیست کافیه که آتو ترنسلیت مرورگرتون رو روشن کنید. من قبلا توی گوگل کروم این کار رو انجام دادم. ببینید قشنگ همه چی رو فارسی توضیح داده. میگه آقا چی میخوای از این بهتر، خدا وکیلی. فقط اگر این رو هم بلد نیستی کافیه توی گوگل سرچ کنی و نحوه فارسی کردن صفحه مرورگرت رو اونجا یاد بگیری دیگه. آموزشش رو نگاه کن، این کار رو انجام بده و تمام توضیحات رو برو فارسی بخون. مسئله بعدی رو که بخوام اینجا بهتون بگم، شما وقتی این قسمت آل ایردراپس دارید همه چی رو چک میکنید کافیه روی سه نقطهش کلیک کنید و حالا این یکی رو که من زدم دومی مثلا بزنید جوین ایردراپ و گزینه بعدی رو که باید فعال کنید اد تو دی لیست رو میزنید و قسمت اد تو دی لیست وقتی شما میایین ایردراپ هایی رو که شما انتخاب کردید و دارید هر روز روش کار میکنید اینجا برای شما میاد. توی تو دی لیست که برید ایردراپ هایی رو که من انتخاب کردم ببینید اینجا توی لیست برای من آورده. دیگه آقا لایک، کامنت، سابسکرایب و هر چی که فکر میکنید جهت حمایت از ما میتونید انجام بدید و انجام بدید. دمتون گرم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.